چند بخش داره برنامه؟ در کلا 3 بخش داره که شامل 3 سالن میشه. سالن A، سالن B، سالن C. که فعلا هم در سالن A که کافی شاپ است قرار داریم و 2 سالن دیگه ما که در منزل 5 سالن C ما که در طبقه 6 فضای آزاد تختبان موقعیت داره. فعلا در جایی که ما قرار داریم یک سالن منزل اول کافی شاپ ماست که اینجا گنجایش 100 نفر داره و بالا منزل دومش هم است که بخش فامیلی موجود است. اینجا سالونی است که به خاطر فامیلای محترم و طبقه اوناس ما جور شده و در اینجا گنجایش 50 نفر داریم که محفلای فراغت، محفلای سالگیری، تولد، دورهمی‌های کوچکی که باشه میتونن فامیلای عزیز ما در اینجا هم ریزرو بکنن و محفل خدا نبر تجلیل ما. این دهلیز سالن بی ماست منزل 5 و آشپزخانه ما در این قسمت موقعیت داره. در این سالن در این منزل اتاق وی آی پی ما هست و دیکور ترکی می باشه که ما خواستیم که در این منزل ما از دیکور ترکی استفاده کنیم. بیما میتونیم که 500 نفر گنجایش داریم. سالن وی آی پی ما جداگانه است که به خاطر محفل‌های سالگیری، فراغت، گردهمایی مشتریای عزیز ما اتاق وی آی پی و سالن وی آی پی هم جداگانه داریم. سیستم وطنی است که اگر کسی تکلیف می داشته باشه، فامیلای عزیز ما یا سنشون کلان می باشه، نمیتونن در چوکی بشینن غذا صرف کنن، ما میتونیم وقتا از همین جور کنیم بتونن راحت اینجا. اینی رو میگن وی آی پی، واقعاش که دیگه اینمی وی آی پی است دوستا. شما میبینین که چه یک سالون مقبوله، چه یک دکوریشن مقبوله و استیج برش گفتم میتونیم بسیار مقبول، رنگای بسیار مقبول، تختی بسیار عالی که در اینجا کار شده. شهر کابل کلا معلوم میشه هر طرفش 4 طرف و بسیار یک فضای عالی رو جور کردن که به چند بخش اینجا تقسیم شده و به جامعه. به نام یاد خدا، سلام خدمت شما بیننده‌های خوب پنجره افغانستان. امیدوار هستم خوب و صحتمند و سرحال باشین عزیزای دل و مثل همیشه چینل خودتان پنجره افغانستان را بیننده باشین. دوستای عزیزم، باز هم مشو معصومی در خدمتتان هستم. همچنان لایک و سابسکرایب چینل ما را دیگه فراموش نکنین. هموطنای عزیزم، باز هم آمدیم تا یک برنامه مفید و جالب تقدیمتان کنیم. البته به کسایی که دوستدار و علاقمند رستوران هستند، آمدیم به یکی از رستوران هایی که در شهر کابل جدیداً افتتاح شده و ما شنیدیم که رستوران بسیار زیبا است، دکوریشن بسیار خوب داره و غذاهای بسیار لذیذ داره. با ما همراه باشین عزیزا، میریم میبینیم که آیا گپایی که ما شنیدیم حقیقت داره یا نه. شما ما را بیننده باشین و تا آخرین دم با ما همراه باشین. عزیزم، قسمی که براتون گفتم آمدیم به یکی از رستوران‌های بسیار زیبای شهر کابل که جدیداً افتتاح شده
رستوران ای بی کانتیننتال. فعلا هم برادر ما با ما هستن. سلام علیکم. سلام، خوب است؟ خوش آمدین به ای بی کانتیننتال. بخیر و سلامت باشین. اول میشه خودم معرفی کنین و پوزیشنتون رو بگین. عبیدالله رسولی هستم، یکی از کنترلرهای ای بی کانتیننتال. فعلا هم در خدمت شما. بسیار خوب، خوش شدیم از دیدن شما عبید جان عزیز. بر ما ایره بگو که چی مدت میشه از افتتاح رستورانتتان؟ مدت 6 ماه میشه که اینجا افتتاح شده. فعلا هم در سالن کافی شاپ ای بی کانتیننتال قرار داریم که اینجا به خاطر صرف نوشیدنی نوشابه های میوه و انواع جوس، کافی و چای همه چیز اینجا به خاطر سرویس همینجا است. از نامش پیداست دوستا که کافی شاپ، بخش کافی شاپ است. کافی شاپ ما اینجا است. بله. خب در کل رستوران ای بی چند بخش داره برام بگید؟ در کل 3 بخش داره که شامل 3 سالن میشه. سالن A، سالن B، سالن C. که فعلا هم در سالن A که کافی شاپ است قرار داریم و 2 سالن دیگه ما که در منزل 5 سالن C ما که در طبقه 6 فضای آزاد تختبان موقعیت داره. 3 بخش می باشه که هر 3 بخشش مجهز و معیاری ساخته شده به خاطر هموطنان عزیز ما، مهمانای داخلی و خارجی و انواع غذاهای مختلف. بسیار عالی دوستا، اونا رو میبینیم، بیننده برنامه باشین، درباره تمامشون صحبت میکنیم. اول درباره زمین بر ما معلومات بدین، گنجایش چقدر نفر را داره؟ فعلا در جایی که ما قرار داریم یک سالن منزل اول کافی شاپ ماست که اینجا گنجایش 100 نفر داره و بالا منزل دومش هم است که بخش فامیلی ما جداست و بخش مردانه هم جداست. طبقه ذکور که داره یک فضای بسیار مقبول می باشه که میتونیم از اینجا بیرون به طور درست تماشا کنیم. واقعا یک منظره بسیار زیبا داره دوستا، شما در تصویر میبینین. همچنان بسیار یک دکوریشن زیبا شده این رستوران. بله، دکوریشنش عالی است. دکوریشن ساخت اینجا نیست، از کشورهای دبی، عربستان زیادتر ما چیز کردیم، کشورهای عربی، و اون دیکور ما اینجا خواستیم که انجام بدیم. بسیار عالی، واقعا که دوستا زیبا است، شما در تصویر حتما دیدین. خب در این مدت 6 ماهی که فعالیت آغاز کردین، چطور است استقبال هموطنای ما؟ استقبال هموطنای ما خیلی زیاد است. ما ازشان راضی هستیم و مهمانای خارجی هم داشتیم و در آینده هم مهمان خارجی ما که بیایم ما مهمان نوازیشان میکنیم، استقبالشان هستیم. انشالله با امید از اینکه ما از داخل کشور و هم از خارج کشور مهمان داشته باشیم و داریم. فعلا هم بخش ما بسیار منظم و تنظیم پیش میره و همشهریان هم خیلی راضی هستن از کارکرد ای بی کانتیننتال. واقعا که دوستا دیده میشه تمام مجهز بودن از اینا. خب میریم سالن بالا رو میبینیم، صحبت های ما ادامه داره دوستا، شما میتونید چند تصویر ببینید تا اینکه ما به بالا بریم. دوستا آمدیم به سالن بالا که البته بخش کافی شاپ است و شما میتونید دیگه در تصویر ببینید که بسیار یک
فضای زیبا، یک دکوریشن بسیار عالی که من که بالا شدم واقعا تعجب کردم. نام خدا بسیار جای مقبول جور کردن. و خب عبید جان درباره این سالن به ما معلومات بدین که این سالن حتما دیگه بخاطر محفلام است. فعلا ما در منزل دوم کافی شاپ قرار داریم، سالن بالایش که اینجا سالونی است که به خاطر فامیلای محترم و طبقه اوناس ما جور شده و در اینجا گنجایش 50 نفر داریم که محفلای فراغت، محفلای سالگیری، تولد، دورهمی‌های کوچکی که باشه میتونن فامیلای عزیز ما در اینجا هم ریزرو کنن و محفل خدا نه تجلیل نمایند. بسیار عالی است. این دکوریشن که شده بسیار مقبول است. گفتین از کشور عربستان و کشورهای عربی. دکوریشنش اکثریت کارهایی را که ما اینجا کردیم از عربستان و کشورهای عربی امارات گرفته شده که دکوریشنش فوق العاده عالی زیباست و سالونش هم یک فضای بسیار آرام و آرام بخشی داره که میتونه فامیلای عزیز ما به خاطر سرویس کافی شاپ ما همینجا تشریف بیارن و وقتشون از این سالن میتونن دیگه برای محفلایی که عصرانه می باشه استفاده کنن. بله برای محفلای عصرانه، برای سالگیری، برای تولد، برای جشنای فراغت خود میتونن از اینجا استفاده کنن که گنجایش 50 نفر داره. فوق العاده زیبا جورش کردیم، فضای آرام، فضای راحت، یک فضای جور خواستیم ما برای هموطنان عزیز ما ایجاد بکنیم تا بتونن خود راحت و در امنیت کامل احساس کنن. واقعا هم که دوستا بسیار یک جای آرام و یک جای بسیار مقبول است که ذهن آدم آرام میشه. خب درباره می استیجی که است بر ما معلومات بدین که آیا قابل تغییر هم است؟ بعضی هموطنان ما شاید دیگه چیز فرمایش بدن. بله قابل تغییر هم است. ما میتونیم هر قسم دکوری که مشتریای عزیز ما بر ما بگن ما برشون جور کنیم. گلسازی، یونیت فیلمبرداری مجهز، کانتیننتال ایبی داره از خود که میتونیم هر قسم دیزاینی که خواسته باشن ما برشان همون قسم سالونه برشان دیزاین کنیم. بسیار عالی و خوب است که شما گفتین که یعنی گلسازی هم در خود همینجا هست. بله گلسازی، یونیت فیلمبرداری مجهز داریم که از مربوط خود ایبی کانتیننتال میشه و مشتریای ما هر قسم دیزاین و دکور و فیلمبرداری و محفلی که داشته باشن میتونیم ما کاورش کنیم. بسیار عالی دوستا، اینش دیگه بسیار گپ خوب است که با کسایی که خصوصا محفل کوچک می داشته باشن ضرور نیست که برن جای دیگه گلساز بیارن یا جنجال سر خود بگیرن. بسیار یک سهولت خوب است. خب قسمی که گفتن اینجا مربوط خانم‌ها و محفل فامیلی میشه، میریم بخش دیگه‌شو میبینیم که بخش آقایان است. بخش آقایان است. بله یاد این منزل موقعیت داره. بخش کافی شاپ ما، بخش آقایان ما سالن جداگانه دارن در منزل دو. حالا میریم میبینیم میشه و معرفیش میکنیم. و فکر کنم که دمی بخش کافی شاپ 3 سالن است. در بخش کافی شاپ 2 سالن است. سالن اول، سالن دوم. باز در کلا کانتیننتال 3 سالن است که سالن‌های بالا برای محفل‌های بزرگ ما هستند، محفل‌های عروسی، شیرینی‌خوری و برای کنفرانس‌های بزرگ و کوچکی که باشه سالن بیوسی به خاطر از دکور شده. بسیار خوب دوستا، اینی دیگه چی میگن بسیار خوب است که هم رستوران هم یک جای به خاطر محفلا است. یعنی میتونین که بسیار راحت به خصوص کسایی که میخواین یک محفل کوچکتر بگیرن با مصرف کمتر اینجا بسیار خوب است. شما میبینید دوستا در تصویر که بسیار یک دکور خوب شده اینجا و ترکیب رنگا بسیار زیبا است که استفاده کردن. واقعا که شما میتونین که ببینین بسیار امی رنگایی که استفاده کردن و خصوصا این گلایی که در این قسمت کار شده، لایتینگ بسیار زیباست. بله دیزاینش قسم ما خواستیم جور کنیم که مشتریای ما وقتی که میان، فامیلایی که میان بتونن لذت ببرن، بتونن که از همین امکاناتی که ما براشون جور کنیم درست استفاده بکنن تا یک جایی باشه که بتونیم برای چند ساعتی هم که شدم هموطنان عزیز ما را راحت و آرام خوش نگاه کنیم. لحظات به یاد ماندنیشان ده چون این جای باشه دیگه بسیار خوب میشه. بله به خاطر لحظات به یاد ماندنی، لحظات خوبی و خوشیشون ما خواستیم که همین قسم یک دکوری بکنیم که خواست مشتری باشه و خود راحت احساس کنه. فکر کنم ما در جایی هستم که طبیعی است. بله در موقعیت قرار دارم که تمام چیزا ما قسم دکور کنیم که مثل طبیعی به نظر برسه. و خصوص در پایین دوستا همون گلدانا که بسیار مقبول معلوم میشد. اکثریت گلای جکس اصلی هم است. مکمل مصنوعی نداریم. اصلی هم اکثریت گلای ما طبقه بی و سی کلا طبیعی هستن. میریم دوستا سالن آقایان رو میبینیم، با ما همراه باشید.
نام خدا شما میبینید که چقدر مقبول است و قسمه که گفتن گلای طبیعی تمامش اینجا است که اینمی خودش یک فایده بسیار زیاد داره برای ذهن و روان انسان و بخصوص یه منظره زیبایی که است از شهر کابل شما میتونین که در تصویر ببینین بسیار مقبول معلوم میشه و اینجا بشینی و چای یا کافی یا جوس نوش جان کنی و منظره زیبا رو بیننده باشی که واقعا عالی است. خب عبید جان درباره گنجایش اینجا بر ما بگو که چقدر نفر گنجایش داره؟ بخش سالن ای ماست کافی شاپ منزل دومش که بخش آقایان است که گنجایش 50 نفر این سالن هم داره که در دو قسمت جور شده، قسمت اولیش و قسمت دوم که پشت سر ماست که چند لحظه بعد میریم قسمت دوم با معرفی میگیریم. بخش 50 نفر گنجایش داره، کافی شاپ است، یک منظری بیرون داره که از شهر کابل، از شهر از منطقه کارتینو یک منظری بسیار عالی داره که میتونن دوستای عزیز ما بیاین اینجا و به خاطر خوردن کافی استفاده کنن. بله. و خوبی ای است که همین موقعیت بسیار عالی داره اینجا. موقعیتش بله موقعیت بسیار عالی داره، موقعیتی است که در پیش سرک است و بین بازار است، میتونم مشتریای عزیز ما و هموطنای ما از اینجا لذت ببرن و وقت خوب و خوش داشته باشن. بله دوستا همه قسم صحبت میکنیم. اینی لایتینگ که از بسیار مقبول است تا دوستا از دور که ببینی فکر میکنی که آتش است ولی در اصل گروپ است. بله در اصل گروپ است و سفارش از اینا از کشورهای خارجی شده که از کشورهای عربستان، از کشور پاکستان، ترکیه سفارش شده این دیکور ازی و لوازم دیکوری ازی که قسمه معلوم میشه که طبیعی باشه. بله. خواستیم که اکثریت چیزها رو اینجا ما همون قسمی که گل ما طبیعی است دیگه چیزای ما رو طبیعی بسازیم تا مشتریان ما فقط لذت ببرن از این منظره زیبا و قشنگ. واقعا دوستا شما میتونید در تصویر ببینید که امی هر چیزی که طبیعی باشه امو لذت خود داره. واقعیتش هم که این دکورشن که اینجا شده و امی چراغا بسیار مقبول است که مثل بعضی هاش دوستا شاید در تصویر ببینید مثل شمع است و بعضی هاش مثل امی به اصطلاح عام ما مردم الکین که میگن مثل از اونمو وارستک. اونمو قسمت رو میریم دوستا میبینیم که شما هم در تصویر ببینیم. بعد از باز میریم طرف بخش بعدی یا سالون بعدی که سالون‌های دیگه هم دارن قسمی که گفتن به خاطر محافل بزرگتر. خب این هم بخش که دو بخش شده دیگه همیه. بله بخش دوم سالون ایما بخش کافی شاپ بخش آقایان است که بخش دومش بخش اول معرفی کردیم هم بخش دومش است یک جای بسیار راحت و آرام به خاطر از همین که مشتریای عزیز ما و هموطنای ما که اینجا میان بتونن که یک ذهن آرام یک اوقات خوب و خوش لذت بخش داشته باشن در اینجا و از این امکانات استفاده کنن و لذت ببرن. دوستا واقعا که وقت داخل از این رستوران می شدم هیچ چیز نمیکنه که در کابل باشه. بسیار یک فضای خوب است. اینجا دوستا میتونین ببینین که در بخش دیزاینش این دیکور زیبایی که است قندیلای بسیار مقبول کار شده که قسمی که گفتن تمامش از کشورهای خارجی آمده، از کشورهای عربی آمده که واقعیت هم اگر شما دوستا معلومات داشته باشین بیشتر اینمی دیزاین ها که است در کشورهای عربی رواج است و بر ما که مسلمان هستیم بسیار یک چیز خاص است که خوش ما میآید. خب دوستان عزیز درباره اینجا صحبت کردیم. عبید جان میریم دیگه طرف سالن بعدی که قسمی که گفتن سالن است بر محافل بزرگتر. بله میریم به منزل 5 که سالن بیم اونجا موقعیت داره اون رو به معرفی میگیریم و سالن هایی است که به خاطر محفل های بزرگ ما محفل شیرینی خوری عروسی ما گنجایش 500 نفر در هر سالن خود داریم. اونجا هم میتونن فامیلای عزیز بیاین، سالن فامیلی هم داریم، آقایان هم سالن جداگانه که سالن سیماست از اون میتونن به خاطر رستوران هم استفاده بکنن. میریم اونجا رو براتون به معرفی میگیریم. بله دوستا صحبت ها که ادامه داره دیگه میریم طرف سالن بعدی با ما همراه.
که برن تا منزل پنجم یکم مشکل میشه اگر از اینا برن. ما فعلا در موقعیت قرار داریم که لفت ما موقعیت داره، لفت ای بی کانتیننتال که مخصوص به خاطر کانتیننتال است. ما از این لفت دیگه منزلای کس استفاده کردن نمیتونه. ما از طریق همین لفت متنای خودم مشتری خودم انتقال میتیم به سالن بی و منزل 5 که موقعیت داره، میتونن از همین لفت استفاده کنن و از طریق همین لفت برن به طرف بالا. بسیار عالی دوستا، اینی دیگه یک سهولت دیگه که فقط دمو مشتری‌ها میتونن و کسایی که مربوط ای بی کانتیننتال میشه میتونن از لفت استفاده کنن. بیننده برنامه باشین، ما هم میریم بالا، با ما همراه باشین. وطندارا آمدیم به منزل پنجم که سالن‌های بزرگترشون و سالن‌های وی آی پی دمی منزل است. شما قسمی که در تصویر میبینین بیشتر ما همون لفت است که آمدیم و امی دهلیزشون بسیار یک دکور زیبا داره که در تصویر میتونین ببینین. همچنان در قسمت پشت سر ما آشپزخانه است و دوستای عزیز آشپزخانه است. اینی قسمت ها رو میشه ببینین دوستا که بسیار یک دکور خوب شده، گلدانای بسیار مقبول ماندگی است و امی رنگی که استفاده شده بسیار عالی است، رنگ طلایی که در این وقتا امی رنگ بسیار مد شده. خب عبید جان بر ما درباره اینجا معلومات بده که از پیش ما نمانه دیگه. این دهلیز سالن بی ماست، منزل پنجم که آشپزخانه ما در این قسمت موقعیت داره. در این سالن در این منزل اتاق وی آی پی ما هست و دکور ترکی می باشه که ما خواستیم که در این منزل ما از دکور ترکی استفاده کنیم تا که مورد پسند مشتریای عزیز ما قرار بگیرن. اینجا هم که دهلیزش هست، گلایی را که اینجا تماشا میکنید تمامش اصلی هستند، طبیعی است، مصنوعی ما در اینجا کار نکردیم. گل این رای که رفته رای سالن بعدی است دیگه. بله، این رای سالن سی ما است، سالن بالا که در تختبان در فضای آزاد موقعیت داره. همین از طریق از همین زینه میتونیم که ما بریم به سالن سی. و این رای که پایین است اینجا، اون رای پایین‌ترش هم میره به منزل‌های دیگه که منزل 4 3 و اینا است. این رای که است که از انتقال مشتری ما میتونیم که اگر لفت مشکل پیدا میکنه یا امکانات نداشته باشه میتونن که از همین را استفاده کنن. بسیار خوب، بسیار خوب. عزیزای دلم درباره این قسمت دهلیز هم که بود که دکور بسیار زیبا داشت، شما هم دیدین، صحبت کردیم. میریم طرف سالن بی که سالن بی رو ببینیم که یکی از سالن‌های بزرگشان است و درباره‌اش صحبت میکنیم. شما همراه ما همراه باشین که قسم قدم زده میریم و ببینیم که سالن چه قسم است. ماشاءالله، نام خدا، نام خدا. دوستا یعنی در این رستوران هر طرف که بری یک زیبایی خاص خود داره. قسم کافی شاپ دیدین که چقدر یک دیزاین مقبول بود و همه توی سالن بسیار زیبا و مقبول دکور شده، متفاوت‌تر، چیز تکراری یعنی نیست دیگه. خب عبید جان این سالن گنجایش چقدر نفر را داره؟ سالن بی ماست، گنجایش 500 نفر داریم ما در همزمان که میتونیم ما 500 نفر اینجا گنجایش داشته باشیم و سرویس کنیم برشون. فقط همین سالن بدون سالن وی آی پی؟ نه، بدون سالن وی آی پی، فقط سالن بی ما میتونیم که ما 500 نفر گنجایش داریم. سالن وی آی پی ما جداگانه است که به خاطر محفل سالگیری، فراغت و گردمایی مشتریای عزیز ما اتاق وی آی پی و سالن وی آی پی هم جداگانه داریم. بسیار عالی. قسمی که گفتین دکوریشن اینجا هم دیگه ترکی است. دکوریشن ترکی است، بله. ما خواستیم که دکوریشن متفاوت‌تر از دیگه جاها را اینجا استفاده بکنیم تا مورد پسند هموطنان عزیز ما و مهمانای خارجی که ما می داشته باشیم قرار بگیره. این قسمت هم در قسمت کمتر است، نه؟ بسیار مقبول. دوستا میبینین که اینجا بسیار عالی دیزاین شده، دکور شده، بسیار لایت های مقبول است. بله، این قسمت کمتر قسمت منجریت ماست که ما دیزاینش کردیم به می شکل. بخاطر دیزاین ترکی، دیزاین خارج از دیزاین داخل کشور ما اینجا استفاده نکردیم. چیزی که اینجا ما دیزاین کردیم، کارهایی را کردیم از کشورهای خارجی هستند که بتونیم یک چیز متفاوت‌تر اینجا جور کنیم و برای مردم عزیز خود نمایش بدیم. واقعا دوستا میبینین که بسیار زیباست. اینم تو دوستا ما قدم زده ادامه میدیم، صحبت میکنیم درباره سالن. نام خدا در این سالن هر چیز است، هر کدامش یک عالم گپ داره، بسیار چیزای زیبا است. درباره گلدانا که گپ زدیم، این قسمت فکر کنم جای جداگانه است دیگه. این جاهای جداگانه است به خاطر فامیلای عزیز ما هستند که اینجا میان به خاطر راحت باشن. خب اما چی میگن سیستم وطنی است دیگه. این سیستم وطنی است که اگر کسی تکلیف می داشته باشه، فامیلای عزیز ما سنشون کلان می باشه، نمیتونن در چوکی بشینن غذا صرف کنن، ما اینجا را بخاطر از همین جور کردیم بتونن راحت در اینجا
بسیار زیبا، بسیار از زیبا. وقت خود لذت واقعا ببریم. که یک موضوع بسیار خوبه اینا در نظر گرفتن، به خاطر بعض هموطنای ما دوست دارن که کلا در جای راحت باشن مثل خانه واره. بله. اینجا هم تو یک جای است. بله اینجا ما تا یک جای دیکوری کردیم که اینا هر کدامش باز چقدر نفر جای میشه؟ اینجا حدود 5 نفر گنجایش داریم. بله فامیلایی که میاین میتونن که اینجا راحت بشینن، راحت باشن تا برشان مشکل پیش نبیه و کسایی که تکلیف بازی دارن. پارتیشن کسی هم میشه که دورش کنین مثلا اگه فامیل زیاد باشه؟ نه پارتیشن هایی هسته که جای به جای است، جا به جای هسته. این نمیشه که دور شما، فقط میتونیم فامیلای کوچکی که ما حدود 5 نفر 6 نفر اینجا گنجایش داریم برشان. بسیار عالی دوستا، شما میبینین و همچنان در این سالن دوستا بسیار از مبل فرنیچر زیبا استفاده شده. تختایی که در تحت پایینی از اینجا کار شده بسیار مقبول است که همون زیباییش همی تخته کشیده واقعا که بله این تختا سیستم ترکیه است و تختاش هم از ترکیه سفارش داده شده. چیزهایی که اینجا هسته تمامش ما از کشورهای خارجی، ترکیه، ایران، عربستان و پاکستان، این کشورها ما تهیه کردیم و اینجا استفادهش کردیم و دیکور دیزاین. واقعا که دوستان میتونین اینو قندیل هم ببینین که قندیل که در کافی شاپ دیدیم و در دهلیز دیدیم متفاوت‌تر بود و این متفاوت‌تر است که هر کدامش زیبایی خاص خود داره. و دوستا این سالن شما دیگه بیننده هستین در تصویر که هر طرف زیبایی خاص خود داره. این قسمت بسیار یک دروازه گفته میتونیم برش دیگه دیکوریشن خواستیم بکنیم که مثل یک طبیعی معلوم شده، مثل یک چیز معلوم شده که ما اینجا دیکوری کنیم که به مورد پسند مشتریای ما قرار بگیره و اگر خواستیم که یک محافل می داشته باشیم که کوچک می باشه میتونیم پارتیشن بکنیم، راه رفت آمد، سرویس و مشتریای ما استفادهش کنیم جداگانه باشه. قسمت رو میبینین دوستا که در این سالن هم کلکینای بسیار کلان است که منظره بیرون معلوم میشه. پردای بسیار مقبول است و مبل فرنیچر که دربارش صحبت کردم و این قسمت هم پارتیشن است که این سالن دیگه است دیگه فکر کنم. بله سالن یکی است. ما خواستیم فامیلایی که اینجا راحت باشن. نظر به خاص سالن میتونه که هم گنجایش آقایان داریم هم فامیلی خانم‌ها را گنجایش داریم جدا بسازیم تا راحت بتونن که غذا صرف کنن. به خاطر یک پارتیشن اینجا گرفتیم که اگر محفلای بزرگ داشته باشیم ما پارتیشن رو طرف میتونیم بکنیم. بله قابل انتقال است پارتیشن. اینش بسیار خوب است. آدم که به یک جای میره اولین نکته که در نظر میگیره راحت بودن است. همین که راحت باشه، جای باشه که ذهنش آرام باشه. خصوصا دختر خانم‌ها که وقتی میخواین برن به بعضی جایا به خاطر از اینکه با دوستای خود باشن یا که یک کمک لحظات خوب داشته باشن باز می جایی را انتخاب میکنن که راحت باشن، مثل اینجا که این رستوران در نظر گرفته که یک جای جداگانه برشان جا کنه. ما کاملا خواستیم کاری کنیم اینجا که مشتریای ما که من هموطنای عزیز ما من چی میمونای داخلی داریم چی میمونای خارجی داریم بتونن خود راحت احساس بکنن، دور از تمام فکر و تشویشی که دارن خود راحت تر اینجا احساس بکنن و راحت باشن. با خاطر ما کوشش کردیم که تا بتونیم چیزی کنیم مورد پسند هموطنای عزیز ما مشتریای ما قرار بگیره. بله دوستان، شما دوستان در تصویر هم میبینین سالن بیره و البته او طرف پارتیشن هم که در تصویر میبینین دربارش صحبت کردن و گفتن که 500 نفر گنجایش داره. 500 نفر هم کلا سالن ما گنجایش 500 نفر داره. سالن بی ما البته با جز از سالن سی. درباره سالن سی هم صحبت میکنین دوستا. و بدون پارتیشن 500 نفر یا همراه پارتیشن 500 نفر؟ نه همراه پارتیشن یک جا، چون این سالن کلش یک سالن است. بیشتر هم براتون گفتم که پارتیشن ما صرف وقت رازی گرفتیم که فامیلای محترم ما کنن اینجا خود راحت احساس بکنن و میتونیم موی طرف برن آقایان هم جای جداگانه جور کردیم، میتونن آقایان هم وقت صرف غذا نمی سالن بیمو تشریف بیارن. بسیار خوب. و دوستا پیش از اینکه بریم به سالن بالا که سالن سی است، سالن وی آی پی هم داره. میریم درباره از اون صحبت میکنیم. بیننده برنامه باشین که حتما سالن وی آی پی دیگه یک چیز خاص داره که وی آی پی است. ما رو هم بریم. سالن وی آی پی. ماشاءالله نام خدا. اینی رو میگن وی آی پی. واقعاش که دیگه اینمی وی آی پی است دوستا. شما میبینین که چی یک سالن مقبوله، چی یک دکوریشن مقبوله و
استیج ورش گفته میتونیم، بسیار مقبول. رنگای بسیار مقبول، تخته بسیار عالی که در اینجا کار شده. اولین جایی است که به خاطر محفل تخته ازش کار کردن، بسیار مقبول معلوم میشه واقعیتش. شما میتونین دوستا ببینین که میز چوکی که ماندگی است، گلدانایی که ماندگی است. واقعا کسی که این رستوران رو دیزاین کرده بسیار زیاد عالی دیزاین کرده، واقعا عالی است. و در شهر کابل من چنین جای با دیزاین ندیده بودم. خب عبید جان درباره این جا بر ما معلومات بدین که واقعا بسیار مقبول است. بله، یه اتاق وی آی پی یا سالن وی آی پی ما گفته میشه که اینجا هم گنجایش 100 نفر داریم که میتونیم ما اینجا 100 نفر گنجایش داشته باشیم. و دیزاین دیکور از بله بسیار عالی دیزاین شده، دیکور شده که هم میتونیم ما با محفل سالگیری، فراغت و حتی نامزدی ازش استفاده کنیم. اگر گنجایش 100 نفر میتونه محفل نامزدی داشته باشن، ما استیج درست کردیم برای عروس و داماد هم و هم یک دیزاین دیکور کردیم که میتونیم در این سالن کنفرانس هایی که می داشته باشیم کنفرانس یک میز کلان برگزار کنیم. بله ها، یک میز کلان اینجا گذاشتیم، چوکی که اگر شرکت ها، دفاتر، نهادهای خصوصی که خواستن اینجا جلساتی بگیرن یا کنفرانسی بگیرن گنجایش داریم. ما کاملا جای جداگانه، موقعیتش راحت، آرام، بدون از اینکه مشتریای ما اذیت شوند یا کسی کنفرانس میگیره اینجا، مشتریایی که کنفرانس میگیره شرکت ها بدون از اینکه اذیت شوند و در تماس باشند، بدون سر صدا و جای فضای آرام راحت است. بله دوستا، قسمی که بیشترم براتون گفتم، هر سالن اینجا دیکور دیزاین جداگانه داره. عبید جان درباره می کسی که اینجا دیکور دیزاین کرده بر ما بگو. دیزاین خود گفتین که از کشورهای خارجی است. کسی که دیزاین کرده آیا او هم خارجی است یا مربوط به وطن خود ما میشه؟ نه خیر، او هم کسی که اینجا نقشه‌ش بر ما داد و طرح دیکورش داد خارجی بود و خود کسایی که اینجا کار کردن باز هموطنای عزیز خود ما بودن که ما خواستیم که اینجا چون هموطنای ما اکثریت بیکار هستن، مشکلات زیاد دارن، بتونن یک شغلی پیدا کنن، درآمد از او داشته باشن. ما فقط دیکورش برای ما شخص خارجی انتخاب کرد و کارش افغانای خود ما کردن. بسیار عالی، بسیار عالی. یا یک نکته بسیار خوب است که اشاره کردن. و دوستا شما میتونین ببینین که در اونجا رنگا فرق میکرد، رنگ طلایی و نسواری بود و اینجا کاملا رنگا فرق میکنه. بسیار زیاد زیبا است دوستا. حتما اگر میخواین لحظات خوب خوش و یادماندنی داشته باشین، اینجا را یک بار تجربه کنین که اگر اینجا را تجربه نکردین یعنی که اصلا از زندگی لذت نبردین. بسیار یک جای مقبول است. داریم مشتریایی که از کشورات ما بیاین، میمانایی که بیاین، ما مشکل نداریم. غذایش هم هست، سرویسش هم هست و جای هم داریم. میشه بسیار خوب، بسیار عالی. دوستا سر مینوی غذایی هم این قسمت که یادآور شدن، البته اول امی سالن سیره به معرفی میگیریم به شما. بر ما ایره بگو عبید جان که در کل دمی ای بی کانتیننتال چند نفر کارمند است و چقدر نفر کار میکنن؟ ما در ای بی کانتیننتال بالاتر از 50 نفر کارمند داریم، مشغول کار هستن و کار میکنن. هم آشپزخانه هم پرسنل سالونا در حدود 50 نفر ما کارمند داریم. بسیار خوب، بسیار خوب.
با ای که شروع کار هم است این تعداد کارمند نام خدا بسیار یک موفقیت خوب است. فعلا کارمند هنوزم کم است. ما برنامه این از برنامه بی کانتیننتال که رشد بتیم وسط بتیم تا کاروبار خود تا بتونیم اکثریت مردم خود در کار بگیریم و اینجا یک درآمد از داشته باشن هموطنان عزیز ما. چون فعلا ما مشکلات اقتصادی هموطنان ما به حد زیاد است، حدود بیکاری هم بالا رفته، تا بتونیم یک کمک برای هموطنان عزیز خودمون داشته باشیم. بسیار خوب. عبید جان برمایید بگو که امی بیرق ای بی کانتیننتال است. امی ای بی چی مانا؟ ای بی از مخفف نام رئیس صاحب ما عبدالباری گرفته شده که اسم خودشان خواستن که در اینجا در کانتیننتال ثبت کنند و تا بتونیم که موفقیت داشته باشیم ما ای بی کانتیننتال عبدالباری رئیس صاحب محترم ما. بسیار عالی دوستان، امی سوال که در ذهنتان بود یا حل شد که ای بی چی مانا میته؟ مخفف نام رئیس صاحب است. و رسیدیم به سالونی که سالون سی است، فضای باز، البته در تخت بام است، یکی از مکانهای بلند که شما میتونید در تصویر ببینید دوستا که شهر کابل کلا معلوم میشه، هر طرفش 4 طرف و بسیار یک فضای عالی رو جور کردن که به چند بخش جام تقسیم شده. عبید جان بله، اینجا سالون سی ماست، موقعیت تخت بام که یک فضای بسیار خوب داره، فضای بسیار عالی است. تمام شهر کابل هم میتونیم از اینجا ببینیم و هموطنان عزیز ما بتونن همینجا که آمدن بهترین یک خاطرات خدا به حیات ماندنی بسازن و لذت ببرن از این فضا و از این امکاناتی که ما در اینجا جور کردیم. واقعا دوستا میتونید شما ببینید بسیار زیبا است، بسیار واقعا که چنین فضا بسیار کم است که فضای باز باشه و ذهنیت انسان اینجا آرام میسازه. و در این سالون هم اگر بخواین که مثلا محافل برگزار کنن امکانش هست؟ بله، اینجا هم گنجایش 500 نفر داره که میتونن محافل که شیرینیخوری و عروسی محافل بزرگی که داشته باشن در این سالون و سالون پایین‌تر که معرفی کردیم سالون بی که میتونن 2 بخش بسازندش. طبقه اوناس میتونه در سالون بی باشه، طبقه ذکور هم سالون سی و یا هم برعکسش. بله، میتونن که از این استفاده بکنن. گنجایش 500 نفر سالون سی هم داره. نام خدا. بسیار عالی دوستان، میریم تو صحبت میکنیم درباره دکوریشن اینجا که در سالون‌های دیگه هم دیدیم که طبیعت زیاد کار گرفته شده بود، در اینجا بیخی زیاد است دیگه. فعلا روی سبزه ما را میریم، گلدانایی که هست بسیار عالی است و در داخل هم گلدانا زیاد است. اونو قسمت هم فکر کنم بازم همو سیستم وطنی است دیگه، اینجا هم در نظر گرفتین. او بخش ما که هست بخش مجلس عربی است. بسیار خوب. همون توشک عربی که میگن. بله، دیزاین دکور عربستان است و اینجا مجلس عربی سالون سی ما است. این قسمت تخت بام دیگه می طرفای دیگر شام دیگه بسیار مقبول میشه. دیگه طرف دیگر شام شب بسیار یک منظره زیبا میتونیم از شهر کابل از این سالون داشته باشیم و هموطنان عزیز ما میتونن که اینجا تشریف بیارن، از این سالون لذت ببرن و همچنان از منظره که شهر کابل مرکز شهر کابل شهر از اینجا واضح برشان معلوم میشه. خب عبید جان، درباره دکوریشن دیگه سالونا هم صحبت کردیم. اینجا بر ما بگو که مربوط کدام کشور میشه دکورش؟ این هم مربوط کشور ترکیه و عربستان که تو دیزاین ما خواستیم یک جایی بسازیم که بتونیم یک چیز متفاوت تقدیم کنیم، جور کنیم برای مردم. زیبا هست دوستا، شما میتونین خودتان در تصویر ببینین که بسیار زیبا است که واقعا اگر شما اینجا بیاین من مطمئن هستم از کل بخشای رستوران که البته تمامش زیباست اینجا رو بیشتر انتخاب میکنین. جان بریم داخل درباره سالن داخل هم صحبت کنیم
که این سالونتان گنجایش چقدر نفر را داره بر ما و برای بینندای ما معلومات بدین. این سالن ما گنجایش 300 نفر داره. بدون بخش بیرونی که ما داریم گنجایش 300 نفر داریم. و فعلا ما در این سالن ما مشتریای خاص خود داریم که آمدن اینجا به خاطر صرف غذا. سالن سیما هست، فضای آزاد، سایه سبز، این چیزی که کل بر تمام طبیعت است، طبیعی معلوم میشه و طبیعی هم هست. بله بله. این سالن ما سالنی است که در منزل تختبام موقعیت داریم. تختبام است. بله دوستان در تصویر دیدن که ما قسمتی که ما آمدیم به طرف سالن سی که تختبام بود، فضای باز، منظره زیبا. این هم قسمت داخلیش از دوستا که جور کردن، بسیار مقبول بود، دیزاین و دکوریشن بسیار زیبا. همچنان دوستا این قسمت مشتری هم دارن. من میرم امروز این مشتری ها میگن صحبت میداشتم ببینم که چی صحبت میکنن، چی نظر دارن درباره رستوران. سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ تشکر. شما خوب هستین؟ بخیر سلامت باشین برادر. میشه که یک معرفی کنین خدا؟ من محمد هستم از مزار شریف. بسیار خوب محمد جان. از این منطقه نزدیک آمدید دیگه در رستوران؟ این چند دقیقه پیش آمدیم. بسیار خوب. بله. چطور است؟ همیشه میایی یا بار اول است که آمدید؟ بار اول است تعریف کردن بچه‌ها باز آمد. زیاد بر تعریف کردن دیگه. چی سفارش دادین؟ این فعلا می‌بینیم پیتزا سفارش دادیم، نوشابه، آب. بسیار خوب. به نظر خودت غذا رو هنوز نچشیدی که طعمش چطور است؟ معلوم میشه رنگ بوش. از این بوش معلوم میشه. میل کنین اگه شما. زنده باشین. تشکر نوش جانتان. چطور از فضای رستوران به نظرتان؟ می‌بینیم فوق العاده. خوش آمد. چوک گذر گفتی ترکا. دیگه این رو بگیرید. سلام بیادر. خوب هستین؟ خوب هستین صحتمند. سلامت باشین. بخیر باشین، زنده باشین. چطور است نظر شما درباره رستوران؟ یک رستوران بسیار عالی است، بسیار خوب است، خدمات همه چیز واقعا خوبش است. واقعا که امی دکوریشنش بسیار زیباست. بسیار همه خوبش است. شما هم از این منطقه هستین؟ بله از این کارتینا و خانه ما هستم. بسیار خوب. خوب است بر شما نزدیک است، هر وقت که بخواید دیگه میایین. بله هر وقت شاید 3 بار شرک آمدیم. بسیار خوب. نزدیک هستم میایم همیشه. خیلی شما که 2-3 بار آمدین حتما درباره طعم غذا هم دیگه میفهمین. بله خب بار اول از پیزا میخوریم، دیگه دفعه شورما یا خوردیم، واقعا خوبش بده. مزه‌دار و واقعا میده. بسیار عالی. نوش جانتان، بیشتر مزاحمتان نمیشم. تشکر از شما. بخیر باشین. بخیر سلامت باشین. زنده باشین.